با عرض سلام و وقت بخیر خدمت بینندگان عزیز و محترم. تقریباً 30 سال پیش بود که جنگ بین آذربایجان و ارمنستان منجر به کشته و زخمی شدن هزاران تن و آوارگی صدها هزار نفر شد. پس از اشغال 20% از اراضی آذربایجان توسط ارمنستان، برای حل و فصل این مناقشه گروهی به نام گروه مینسک تشکیل شد و سعی شد این مناقشه به شکل مسالمت‌آمیز و با گفتگو حل و فصل بشه. اما علیرغم تفاهم‌نامه‌هایی مثل تفاهم‌نامه مادرید و 4 قطعنامه سازمان ملل هنوز این مناقشه حل نشده و از طرفی آذربایجان تأکید دارد که برای بازپسگیری اراضی خود تمام تلاش خود را در جبهه جنگ و در پشت میز مذاکره ادامه خواهد داد و ارمنستان از سوی دیگر تأکید کرده با تمام قوا مقاومت خواهد کرد. اما طبیعتاً این جنگ علاوه بر این دو کشور بر کشورهای پیرامون و همسایه نظیر ایران تأثیر داشته و این تأثیر یک تأثیر دو طرفه بوده، چرا که سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی کشورهای نظیر ایران می‌تواند بر این بحران تأثیر گذار باشد. برای بررسی نقش سیاست‌های رژیم ایران در تحول‌های اخیر قفقاز و تأثیر این تحول‌ها در منطقه 2 مهمان عزیز داریم. آقای همایون مهمنش، عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران و آقای ایلگار علیزاده، استاد دانشگاه و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه ارومیه. البته یک نکته ای رو من باید اینجا عرض بکنم که قرار بود ما در خدمت آقای بهمن مبشری هم باشیم که به دلایل مسائل شخصی نتونستیم در خدمتشون باشیم. خدمت هر 2 مهمان عزیز و محترم عرض سلام دارم و خوش آمد میگم. اجازه میخوام سوال اولمو از آقای مهمنش داشته باشم. با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه قفقاز، این تحولاتی که در منطقه افتاده بر ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه، به خصوص اگر آذربایجان بتواند موفقیت کسب کنه در این مناقشه و موازنه قدرت در منطقه دستخوش تغییراتی بشه؟ آیا این تغییر موازنه قدرت در منطقه در راستای تقویت سیاست‌های رژیم ایران در منطقه خواهد بود یا خیر میتونه به ضرر سیاست‌های رژیم ایران در این منطقه باشه؟ من سلام میکنم خدمت دوستان حاضر در جلسه، در میزگرد و بینندگان محترم. ما همونجوری که قبلا هم شما میدونید به هر حال جبهه ملی ایران اعتقاد داره به یک ملت واحد ایران و این نام ملی رو ما در واقع نوعی مختص یک تمام کشور میدونیم. ولی به هر حال در مورد سوالی که فرمودید، به نظر من هر گونه جنگی در منطقه باعث بدبختی، شکست
و کشت و کشتار میشه، به خصوص جنگ های امروزی که متاسفانه با سلاح‌های کشتار جمعی کار میکنن و معمولا حدس میزنن که 95% کشته ها از افراد عادی هستند. اینه که این جنگ بسیار به هر حال باعث ناراحتیه که این جنگ پیش اومده و طرفین کوشش نمیکنن از راه مذاکره این مشکلات رو حل بکنن. این به نظر من میتونه این جنگ اگر که دامنه پیدا بکنه میتونه کشورهایی مثل ترکیه، حتی ایران و روسیه و دیگران رو به وسط بکشه و به کل منطقه صدمه بزنه. کل این جنگ در واقع یک جنگ قومیه و جنگ‌های قومی هیچ وقت ما رو به دموکراسی نرسوندن. اصلا جنگ ما رو به دموکراسی نمیرسونه، به خصوص اینکه مسائل قومی در میون باشه. اگر که و حکومت‌های قومی هم عموماً با دموکراسی در تضادن. اینه که ما معتقدیم که باید، یعنی جبهه ملی ایران معتقده، در این مورد بیانیه داده، معتقده که باید طرفین به خاطر این خطرات عظیم با هم دیگه بشینن سر میز مذاکره و من فکر میکنم حتی ترکیه و روسیه هم مایل نیستند که این گسترش پیدا بکنه و هرچند در ایران هم آقای خامنه‌ای و بعضی از آخوندها پشتیبانی کردن از آذربایجان و بیطرف نموندن، ولی دولت روحانی مثل این که داره کوشش میکنه که در این مورد بیطرف بمونه. به نظر من یا به نظر ما جبهه ملی در واقع بیطرفی و این عدم دخالت در این جنگ باید به نفع منافع ملی ایران. درست. بسیار متشکرم آقای علیزاده. به نظر شما ایران در این کشمکش بیطرف مونده با توجه به اتفاقاتی که در برخی از شهرها افتاد و فیلم هایی که در مورد ارسال سلاح به ارمنستان وجود داشت، به خصوص صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی که تاکید کرد در فقط یک فاکتور حدود 670 کامیون کاماز روسی به ارمنستان از طریق مرز نوردوز منتقل شده. نظر شما چیست؟ منم عرض ادب دارم خدمت همه شماها و مهمان گرامیتون و همینطور بینندگان محترم. عرض بکنم یه نکته الان عرض بکنم. اولش اینکه ایران بهتره بیطرف باشه یا منافع ملیش. آقای مهمنش نگفتن که منافع ملی ایران این وسط چی هست که به خاطر اون منافع ملی بهتره بیطرف بمونه. فقط والا از منافع ملی دخالت خارجی رو اشاره کردن که والا نمیدونم چقدر این اتفاق بیفته یا نمیفته. بحثی که من میخوام بکنم اینه که ایران حق نداره تو این یه همچین مسئله بیطرف باشه. یعنی یه مسئله هست، اولا بحث حق و ناحق یک کشوری در همسایگی ایران 20% سرزمین یک کشور دیگر رو اشغال کرده. این 20% یعنی به اندازه نصف خاک ارمنستان، یعنی ارمنستان 1.5 برابر خودش رو توسعه داده، خودش رو بزرگ کرده، 1 میلیون انسان رو آواره کرده، 30,000 نفر رو کشته. در طرف مقابل کشوری هست که میخواد این خاکش رو آزاد بکنه. یکی از این لحاظ قابل بحثه که ایران و یا هر کشور دیگه‌ای حق نداره که توی همچین موضوعی بیطرف باشه. نکته دیگه اینه که باز دلیلی که میگم ایران حق نداره بیطرف باشه اینه که آذربایجانیان تو ایران یکی از ارکان دولت ایران هستن. ملت آذربایجان ملت تشکیل دهنده ایرانه، صاحب ایرانه.
هر کشور کثیرالمله‌ای که از ملیت‌های مختلف تشکیل شده مجبور هست تو سیاست‌های کلانش نظر اون ملیت‌های خودش رو، خصوصا مثل ملیت آذربایجان که جزء ارکان ایران هست، ملت تشکیل دهنده ایران است، صاحب ایران است، مجبور نظر اون رو جلب کنه. بدون رضایت بخشی از ملت یک کشوری نمیتونه تصمیم کلان بگیره، خصوصا تو حوزه سیاست خارجی. وقتی که ملیت آذربایجانی ایران از حکومت ایران میخواد، انتظار داره که بدون قید و شرط در کنار آذربایجان باشه و سرزمین‌های در آزادسازی سرزمین‌های اشغالی آذربایجان به اون کمک کنه، ایران موظفه که این کارو بکنه. ملیت آذربایجانی تو ایران یه اقلیت کوچک مثل ارمنی‌ها یا نمیدونم پشتون‌ها یا یه اقلیت دیگه نیست، یه ملیت بزرگ و سازنده هست، صاحب ایرانه و باعث نظرات اون در نظر گرفته بشه. حالا اینکه واقعا بی‌طرفی میکنه، حتی انتظار اینو هم داشتیم ولی بی‌طرفی هم نمیکنه. یعنی تو ایران آگاهانه و به صورت سلایه یه سیاست و یه استراتژی خاصی داره. در لایه پایین، لایه هایی که به مردم نزدیکترن مثل امامان جمعه و دیپلماسی رسانه‌ای، میخواد به مردم آذربایجان رو اینجوری اقناع بکنه که در طرف آذربایجان هست. در لایه دولت سعی میکنه یه جوری نشون بده که بی‌طرف هست، ولی در عمل داره تسهیلات نظامی به ارمنستان میده و هر نوع کمکی که به ارمنستان لازمه ارائه میکنه و به صورت رسانه‌ای پروپاگانداهای خاصی رو بر علیه آذربایجان و ترکیه تدارک میبینه و به شکلی میخواد نشون بده گویا اینکه اونها اشغالگر هستن. درست، تشکر میکنم. جناب مهمنش، در مورد همین مسئله اگر نظری دارید بفرمایید. ضمن اینکه سوالی که از شما دارم، فرمودید این مناقشه باید از طریق گفتگو و مذاکرات دو طرفه انجام بشه، اما ما میبینیم که قریب به 3 دهه هست که این مناقشه از طریق گفتگو حل نشده و شاید آذربایجان به لحاظ حقوق بین الملل این حق رو داشته باشه که اراضی خودش رو آزاد بکنه. آیا فکر میکنید که گروه مینسک کارش به اتمام رسیده و یا اینکه شما خوشبین هستید که با طولانی تر شدن مذاکرات بشه که گروه مینسک بتونه به یک نتیجه مشخصی برسه؟ با اجازهتون من نمیدونم که گروه مینسک موفق خواهد شد یا نه. اون چیزی که مسلمه اینه که این جنگ های قومی به ضرر هر دو طرف. همین الانش به قولی میبخشید عذر میخوام بین صحبتتون. خب راه حل چیست اگر قرار هست که این گروه مینسک رو ما بذاریم کنار که تقریبا 3 دهه هست؟ خب تکلیف تقریبا 1 میلیون آواره‌ای که وجود داره اینها چه میشه اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد؟ چیست یعنی چه باید کرد قضیه رو ما از شما میخوایم جویا بشیم که معتقد به این هستید که جنگی نباید صورت بگیره؟ من معتقدم که باید تمام کوشش بشه که تمام این مشکلات از طریق مذاکره حل بشه. همون جوری که میدونید همین الانش هم به قولی 1000 نفر و به قولی 5000 نفر کشته شدن در این جریانات. خب جریان‌های آذری یا ترک، ما حالا آذری ها رو با کشور ترکیه یکی نمیدونیم، ولی میدونیم که در ترکیه هم ارمنی ها رو 1 میلیون ارمنی ها رو در اوایل قرن 20 از بین بردن، کشتن و قتل عام کردن و بعد در جریان سال 1988 این پیش اومد که این به اصطلاح ارمنستان شروع کرد حمله کردن و قره باغ رو تصرف کردن
اگر بخواد این کشمکش ها همینجور هی بره ادامه پیدا بکنه و تمام منطقه رو بکشونه دنبال یک مسئله دعوای قومی، این کار بسیار عقب افتاده‌ایه، کار بسیار نادرستیه و به خصوص هموطنان ما در آذربایجان هر قدر هم که با هم دیگه هم نظر باشند، این دلیل نمیشه که ایران اون سیاست رو حتما پیش بگیره. این دلیل اینه که میتونه کشور ایران متعلق به همه ایرانیانه. باید اون نمایندگان ایران که هستن اونها ببینن که چه چیز به نفع کشوره، آیا دنبال یک مسئله واهی رفتن یا جنگ قومی رفتن این مسئله رو حل میکنه، یا اینکه باعث میشه که در تمام منطقه گرفتار جنگ و خونریزی بشه و تا ابد پولی که دارن اینو هم از دست بدن و همشون باید بخت بشن، همشون بیچاره بشن، مردم بیگناه کشته بشن. آیا اینو میخواد یا اینکه میخواد سیاسی عمل کنه؟ وقتی میخواد سیاسی عمل کنه میره اونجا میشینه سعی میکنه. همین آذربایجان 30 ساله که این مسئله رو تحمل کرده و خود این دوران باعث شده که آذربایجان الان از نظر نفت، از نظر اقتصادی خیلی پیش رفته، از نظر نظامی پیش رفته، ولی این رو نباید دلیل این بگیره فکر کنه که حالا حمله کرد و اونجا رو هم گرفت مسئله باز تموم میشه، دوباره یه جنگ دیگه پشتش ممکنه بیاد. اینی که هر چقدر زودتر این خاتمه داده بشه به نفع آذربایجان، به نفع ارمنستان و ما باید کوشش بکنیم که اینها رو پای میز مذاکره بکشونیم و مردم آذربایجان درسته که ممکنه خیلی هاشون بخوان که ایران بره از این یا اون پشتیبانی بکنه، ولی باید توجه کنن که ایران یک کشوریه که منافع خاص خودشو داره و اون نباید دنبال یه همچین مسائلی که هستش و فرعیه. ما مسئله اصلیمون امروز علیه جمهوری اسلامی، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای استقرار آزادی دموکراسی در ایران و جدای دین از حکومت. این مسائل برای ما فرعی باید باشن. این مسائل باید به خصوص این که به ضرر هم آذربایجان هم ارمنستان. آذربایجان حتی جواب جمهوری اسلامی رو تا یه مدت درست نمیداد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همش میخواست بگی که ما مسلمانیم، فلانیم، بیساریم و اونها میخوان که با غرب بیشتر در ارتباط باشن و رفاه و آسایش و آرامش برای مردم خودشون داشته باشن و منتها هدف آقای اردوغان، هدف آقای خامنه‌ای اصلا مسئله رفاه مردم آذربایجان و غیره نیست. هدف اونا فکر میکنن که اسلامیه، ما بریم اونجا رو اسلامی بکنیم. آقای اردوغان در ضمن میخواد اون به اصطلاح قلمرو عثمانی رو دوباره به وجود بیاره، دوباره حاکم کنه. اینی که چرا بی خود اروپایی اصلا خودشون رو 70 ساله که جنگ و اینا رو گذاشتن کنار، برای اینکه میدونن هر جنگی که بشه این باعث بدبختی میشه. آمریکا برای این اومد بالا که همیشه از این جنگ ها به دور بوده و ما باید سعی کنیم خودمون رو از جنگ به دور نگه داریم تا اون جایی که ممکنه. فقط جایی که دفاع حمله میشه به ما باید ما دفاع کنیم، چاره‌ای نداریم در این صورت. ولی این که ما مسئله جنگ رو در منطقه یا جای دیگه تشویق کنیم به نفع این یا به نفع اون، اصلا به نظر من این به نفع کشور ایران، به نفع مردم ایران، به نفع خود هموطنان آذری ما در شمال ایران نیست. تشکر میکنم. جناب آقای علیزاده فرمودند که در مورد اشاعه، حالا به قول آقای مهمنش، حکومت عثمانی به سمت آذربایجان هستند. آیا شما چنین ارزیابی رو دارید که کشور آذربایجان برای آزاد کردن خاک اشغال شده خودش تلاش بکنه و این رو چقدر میشه توسعه طلبی عثمانی نامید؟ ببینید بعضی از این
صحبت ها به نظر من با عدم صداقت همراهه. یعنی شعارهای قشنگ مثلا مخالفت با توسعه طلبی، مخالفت با جنگ، اینا شعارهای قشنگیه، تو همه جا داده میشه، ولی بیایم نگاه بکنیم ببینیم کسایی که این شعار رو میدن خودشون چقدر به این وفادارن. من مثلا اینجا آقای مهمنش فرمودن مخالفت با جنگ و دعوت به حلش از طریق نهادهای بین المللی به صورت صلح‌آمیز. بیانیه هایی که دارن، بیانیه های حزب ملت یا ملیگراها، عموما زیرشون یه امضایی دارن. همیشه اینو می نویسن و یا تو اکثر مواقع اینو می نویسن و امضا می کنن. در مورد توسعه طلبی میخوام بگم این نوشتهشون اینه، من اینجا میخونم دقت بکنید. ما در حزب ملت ایران به امید به اهتزاز در آمدن پرچم سرنگ ایرانیان در فلات ایران بزرگ، در رأسای تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی و فرهنگی در ایران شهر بزرگ. فلات بزرگ، ایران بزرگ میدونین چیه؟ از سوریه و عراق بگیر و افغانستان و امارات و بحرین و کویت و آسیای میانه و قفقاز و اروپا و برو تا آخرش. میخوام پرچم ایران رو تو اونجا به اهتزاز در بیارن. رسما زیر بیانیه خودشون مینویسن، امضا میکنن. حالا ما یه ترکیه‌ای داریم که نه یه مقام رسمیش، نه حزب آک پارتی، نه احزاب دیگه، نه اردوغان، نه چیز دیگه، کس دیگه یه جا نمیتونه نشون بدن که گفته که ما به دنبال احیای امپراتوری عثمانی هستیم. یه همچین متنی رو نمیتونن پیدا بکنن، در حالی که خودشون زیر بیانیه‌شون اینو مینویسن و امضا میکنن. خودشون به دنبال توسعه طلبی، احیای یک امپراتوری بزرگ از اروپا بگیر تا چین هستن. بعد به یه چیزی که نیست، ترکیه یه همچین عثمانیگری رو هیچ جایی به صورت رسمی نگفته که میخواد، اونو میگن. حالا نرمال هم نمیگن، مثل این که داره جنایت میکنه میگن. اگه بگه هم تازه میشه مثل شما، ولی نمیگه، دنبال یه همچین چیزی نیست. نکته دیگه در مورد مخالفت با جنگ و صلح طلبی، ببینید متن بیانیه‌شون رو، من یه قسمتشون رو میخونم. ما در حزب ملت ایران بر این باور هستیم که سلاحداران میهن پرست ایران همان گونه که در ازمنه تاریخ پر افتخار این سرزمین و 8 سال پیکار مقدس با دشمن متجاوز وحشی که نهایت سلحشوری خود را نشان دادن، شجاعانه از جاوزایی مرزهای ایران دفاع نموده و الی آخر. یعنی 8 سال جنگ ایران با عراق و با افتخار و غرور دفاع مقدس میدونن و کار خیلی خوب میدونن و کار شجاعانه میدونن. باز هم بشه بازم همین کار رو میکنن. 8 سال جنگی که 1 سالش صرف آزادی خرمشهر شد، 8 سال دیگهش صرف شعار راه قدس از کربلا میگذرد شد. یعنی به دنبال اشغال عراق و سوریه و اسرائیل بودن. اینو دفاع مقدس میدونن، شجاعانه میدونن. بعد آذربایجانی که 20% از اراضیش اشغال شده، 1 میلیون انسانش آواره هست. من یکی از رفیقا میگفت اونجا مادرم هنوز کلید خونش رو نگه داشته، فکر میکنه منتظر یه روز برگرده با اون کلید خونش رو باز بکنه. بهش گفتم به مادرت برو با گوگل مپ نشون بده همه خانه ها رو ویران کردن، همشون رو حتی آجوراش هم بردن، در و پنجراش هم بردن، زمین های کشاورزیش رو میکارن ولی خونه هاش رو ویران کردن. در مقابل یه همچین تجاوزگری میخواد سرزمین خودش رو اشغال بکنه، آزاد بکنه و ملت خودش که آواره هستن به اونجا جایگزین بشه. اینها رو به صلح طلبی دعوت میکنیم. به نظر من اینجا یه مقدار بی‌صداقتی وجود داره. بله، تشکر میکنم. البته خود آقای مهمنش حضور دارم و میشه در واقع بررسی کرد بیانیه هایی که جبهه ملی ایران صادر کرده
اما سوالی که از آقای مهمنش دارم این هست که اخیراً سپاه هم در مرز ایران و آذربایجان و ارمنستان مستقر شده و این رو عنوان میکنن که روستاهای اطراف مرز مرتباً مورد شلیک راکت و قرار گرفته و خسارت‌هایی هم به این سوی مرز وارد شده. اما جالب هست که این حضور سپاه در منطقه نه در زمانی که این راکت ها اصابت میکرد و درگیری وجود داشت، بلکه زمانی شکل گرفته که این درگیری ها تماما در اون منطقه در واقع تمام شده و ارتش آذربایجان تونسته تا کیلومترها اون منطقه رو تحت کنترل خودش در بیاره. حضور سپاه اگر بخوایم دلیل واقعیش رو جستجو کنیم در چه چیزی باید دید؟ ببینید، شما میدونید نظر ما رو در مورد جمهوری اسلامی میدونید که ما جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه رو اصولاً به خاطر جنایاتی که میکنه علیه مردم ایران و غیره مردود میدونیم. منتها این کار دفاعی به عنوان یک اقدام دفاعی از مملکت، حرکت در درون مرزهای خودش و دفاع از مرزهای خودش، هر کشوری این حق رو داره بکنه و اینه که ولی حق نداره که به کشور دیگه حمله بکنه به نظر ما. در مورد بنابراین این کاری که اینا میکنن رو باید دید، اگر بخوان حمله‌ای بکنن، اگر بخوان تجاوزی بکنن، اون رو باید محکوم کرد. ولی تا وقتی که در درون مرزهای ایران هستن و کاری ندارن به اونهای دیگه، این مسئله به نظر من کسی نمیتونه حرفی بزنه. نکته دیگری که هستش، آقای علیزاده اشاره کردن. ببینید، شما بیانیه‌های جبهه ملی رو باید بیارین اینجا با من صحبت بکنید. مال حزب ملت ایران، حزب ملت ایران یه حزب ملی هست بله، ولی متاسفانه خب در بعضی زمینه‌ها مواضعی که دارند مواضع دیگری هست، باید از خودشون پرسید. ما اعتقاد داریم همونجور که عرض کردم همیشه دفاع از مملکت این بجاست، باید از مملکت آدم دفاع کنه، اجازه نده به کسی که بیاد مملکت رو اشغال بکنه. و این یکی. دوم این که در مورد پرچم ایران رو در جاهای دیگه و اینا، مسلما این یک فکر نادرستیه به نظر من. بارها من صحبت کردم با دوستان حزب ملت ایران که صحبت بوده، گفتم ما اگر بتونیم همین مرزهای خودمون رو درست نگه داریم و اینا، کار بسیار مهمی انجام دادیم و نه اینکه بخوایم بریم جاهای دیگه و از این افکار به خودمون راه بدیم. این افکار درست نیست. آقای علیزاده در این مورد حق داره. در مورد دفاع از مرزهای ایران ما هم اعتقاد داریم که باید خیلی زودتر این جنگ پایان میافت و میتونست پایان بیابه. منتها خمینی و طرفدارانش این جنگ رو ادامه دادن به ضرر منافع ایران. تمام اینها را هم ما همیشه افراد ملی، جبهه ملی، سازمان‌های دیگه ملی، نهضت مقاومت ملی، دکتر بختیار و دیگران همه بارها گفتند و اعلام کردند. بنابراین هیچ گونه عدم صداقتی در اینجا در کار نیست. ما اون خطی که داریم خیلی مشخص و روشنه و معتقدیم که باید این اصول اگر رعایت بشه، تازه زمینه برای اون فراهم میشه که ما بتونیم برای آزادی، استقلال و دموکراسی در ایران مبارزه کنیم و جدایی دین و راه رفاه همه شهروندان ایران رو فراهم کنیم، آماده کنیم. تشکر میکنم. از آقای علیزاده یک سوال خواهم کرد و بعد اگر اجازه بدید راجع به بیانیه جبهه ملی ایران هم صحبت بکنیم. آقای علیزاده، شما تضاد در گفتار و عملکرد رژیم ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ از طرف امامان جماعت، آقای ولایتی و برخی از سیاسیون در ایران از آذربایجان حمایت لفظی میکنن، ولی از طرفی ما شاهد این هستیم که سلاح‌های سنگین و تعداد زیادی در واقع کامیون‌های کاماز که دیگه قابل انکار نیست
انتقالش به ارمنستان، این تضاد رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ من اول بحث گفتم که آذربایجان ملت سازنده ایران هست و به نوعی یکی از صاحبان اصلی ایرانه. اینو طبیعتا حکومت هم میدونه که بدون جلب رضایت ملیت آذربایجانی نمیتونه ارکان تصمیم‌های کلان بگیره، یا حداقل در تصمیم‌های کلانش باید نظر ملت آذربایجان رو جلب بکنه. اون قسمتی که امامان جمعه یا بعضی رسانه‌ها و بعضی از شخصیت‌های نزدیک به رهبری، بگیم شق رهبری، در مورد دفاع از آذربایجان میگن، بیشتر حول و حوش این قضیه است. یعنی میخواد به یه شکلی ملت آذربایجان نظرش رو جلب بکنه، چون اونم میدونه، حکومت هم میدونن که آذربایجان، ملت آذربایجان یکی از صاحبان ایران هست و اگر رضایت آذربایجان رو جلب نکنه نمیتونه هیچ تصمیم اساسی بگیره. ولی بحث اینه که حکومت ایران با فلسفه دیدش، با نگاهش، آیا این جنگ و این پیروزی آذربایجان و خاتمه مشکل قره‌باغ رو به نفع خودش میدونه یا نمیدونه؟ اگر بی‌طرفانه و واقعی به مسئله نگاه بکنیم، طبیعیه که حل این مشکل به نفع ایران خواهد بود. یک منطقه آرام خواهیم داشت، روز به روز بر همگرایی بیشتر، تشکیل بلوک اوراسیا احتمالش زیاد خواهد شد. منطقه با رفاه بیشتر وقتی همراه بشه، طبیعتا ایران هم با رفاه بیشتر خواهد. این نظر کلی هست که طبق این نظر کلی ایران باید طرفدار حل این مسئله باشه و 30 سال گذشته نشون داده که این مسئله غیر از آزادی اراضی اشغالی به هیچ راه دیگه‌ای، به هیچ روش دیگه‌ای قابل حل نیست و آذربایجان هم داره این کارو میکنه. پس به نفع ایران هست که یا کمک بکنه یا همینطوری ساکت بمونه تا آذربایجان این مسئله رو حل بکنه. ولی مسئله این هست که در ایران اصولا یه الیتی حاکم هستن تو دستگاه‌های فرهنگی و دیپلماسی. این الیت همیشه هم در 100 سال گذشته همیشه بوده. در زمان پهلوی اول، دوم، مصدق و در جمهوری اسلامی بوده. شاید اوایل انقلاب 2-3 سال تفکر انقلابی حاکم بوده، ولی به مرور این الیت که در اصطلاح پانیرانیست بهش میگن، در لایه‌های فرهنگی و دیپلماسی ایران حاکم میشه. هر زمان تحت کنترل اینها بوده. این پانیرانیست یا ناسیونالیسم ایرانی برای خودش حالا ممکنه مانیفست خاصی داشته باشه، ولی یکی از اساسی ترین اصولهای نانوشته ولی زیاد گفته اینها دشمنی با ترک، بعضا عربه، خصوصا یعنی این الیتی که بر دستگاه فرهنگی و دیپلماسی ایران حاکم هست، در 100 سال گذشته هم همیشه حاکم بود، ایرانی رو اینجوری تعریف میکنه هرچی با ترک دشمنتر اون ایرانی تره. با این طرز تفکرشون تو هر کجای دنیا هر نوع اختلافی وجود داشته باشه، یه طرفش ترک باشه یه طرفش هر ملت دیگه‌ای باشه، نگاه بکنید ایران تو طرف دیگه است. هیچ جا سابقه نداریم که حالا در ظاهر شاید بگیم که آذربایجان، ولی در عمل تو جاهای دیگه هم یه طرف قضیه ایران تو طرف مقابلش هست. اینجا هم با این دیدگاه اون الیت حاکم بر دستگاه‌های دیپلماسی و فرهنگی ایران با این دیدگاه نگاه میکنه، با دیدگاه ضد ترکی، و با این دیدگاه احساس میکنه که تو این قضیه باید مانع از آزادسازی اراضی اشغالی بشه و به نوعی در کنار ارمنستان قرار بگیره. حالا احتمالات دیگه‌ای هم میده که اگه آذربایجان فراغ بشه، سرزمین‌های اشغالی آزاد بشه،
به یک جمهوری آذربایجان مرفه دسترسی پیدا بکنه. در آذربایجان جنوبی هم احتمال داره که مردم طالب حق و حقوق بیشتری بشن. به همین خاطر دوست داره که آذربایجان شمالی تا حد ممکن فلاکت و به این شکل نه جنگ نه صلح بمونه که هر وقت خواست بتونه اونو توش اغتشاشی ایجاد بکنه، و یا اینکه به خاطر مشکل قره‌باغش هیچ وقت فرصت نکنه که از همزبانهای خودش در کشور همسایه دفاع بکنه یا راجع به اونها صحبتی بکنه. بله، تشکر میکنم. اجازه بدید بپردازیم به بیانیه جبهه. میشه صحبت آقای علیزاده بگم. بفرمایید. چند تا نکته که این جنگ اگر که این تکلیفش روشن بشه، اگر منطقه آروم میشه، بعد نمیدونم به نفع همه، این بسیار نادرسته. شما ایشون هنوز نمیتونن تصور بکنن که یک جنگ میتونه چقدر ادامه داشته باشه و چقدر گسترش پیدا بکنه و غیر قابل کنترل بشه. و این صحبت رو کردن نشون میده که متاسفانه اون حالت تحلیل مثلا سیاسی منطقی رو ایشون دنبالش نیستن یا نبودن یا لااقل توجه نمیکنن بهش، بلکه فقط مسئله قومی و آذربایجانی یا آذری رو به نظر خودشون، اونم به خاطر اینکه فکر میکنن که آذری های ایران رو هم سرنوشت میدونن با آذری های در واقع قفقاز و غیره. این به نظر من اشتباه کشیدن ایران به دنبال یک مسئله قومی، همونجور که عرض کردم، بسیار بسیار غلطه. جمهوری اسلامی ممکن این کار هم بکنه، به نفع این یا اون وارد دعوا بشه یا به هر جفتشون اسلحه بفروشه یا یک کارهای اینجوری بکنه. هر نوع از این کارها اشتباهه. باید اینها برن و مسائل رو بین خودشون حل کنن از طریق مذاکره. آرزوی ماست برای اینکه کمترین صدمه رو به مردم و ملت ایران میزنه. کسی هم اینجا ببینید، من جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست که بیاد توجه کنه به اینکه مردم نمیدونم آذربایجان چی میگن یا چی نمیگن. اینا دارن به همه ما زور میگن و بنابراین ما نمیتونیم از اون انتظار یا بگیم که این کار رو بکنه یا اون کار رو. هر کاری هم بکنه برای منافع خودشه. آقای خامنه‌ای اگه پیامی هم به آذربایجان میده برای اینی که فکر میکنه الان یک کشور اسلامی دوباره اونجا اومده و فردا توی آذربایجان اذان خواهند گفت. این مسئلهش مردم ایران و منافع مردم ایران نیستن و کسی اینجا ضد ترکی نبوده. آقای علیزاده واقعا من میتونم، یعنی من اونا حکومتیان رو من نمیدونم، اونا ممکنه باشن، ولی مردم ایران، هموطنان ما، همیشه با دیده احترام و دوستی به مردم آذربایجان نگاه میکنن و این حرف اصلا از اساس نادرست. بله، تشکر میکنم. حتی یک نکته رو هم عرض کنم که آقای خامنه‌ای یا امثال اونها که شما فرمودید به دنبال شیعه‌گری و توسعه اسلام هستند، من به این شکل فکر نمی کنم، چون آقای خامنه‌ای در مورد تبییل شدن مساجد آذربایجان هیچ گونه واکنشی نشون ندادن. اما برگردیم به موضع جبهه ملی ایران با توجه به بیانیه هایی که صادر کردن در تاریخ 20 اکتبر. در اینجا شما اشاره کردید جناب مهمنش به حضور مزدوران واپسگرای سوری. آیا اشاره شما، یعنی رفرنسی که شما به ما میدید، صحبت‌های آقای ظریف یا برخی از سیاسیون روسیه و فرانسه هست و یا نهاد بیطرف بین المللی این مسئله رو تایید کرده؟ اگر یک نهاد بین المللی بیطرف این مسئله رو مطرح کرده، خوشحال میشیم که نام این نهاد رو از زبان شما بشنویم. من متاسفانه نمیتونم جای خاصی رو بگم، ولی من در آلمان هستم
و این بیانیه اولا مال جبهه ملی ایران، در تهران دادن و در ثانی من در اینجا هم از خبرگزاری آلمان و جاهای دیگه مرتبا این خبر شنیده شد که عده‌ای از افراد سوری اونجا رفتن. این داعشی هایی که در سوریه نمیتونستن به اصطلاح بیشتر بمونن، بخششون رفتن اونجا و اونجا دارن حدود 800 نفر دارن اونجا میجنگن. این خبری که در تمام جهان پخش شد و من هیچ دلیل نمیبینم که اینها غیظ و غرضی داشته باشن یا حرفای دروغی بزنن. یعنی بر اساس خبر برخی از خبرگزاری ها این رو در بیانیه آوردید. حالا من میخوام از آقای علیزاده بپرسم که هر دو طرف این جریان یعنی ارمنستان و آذربایجان همدیگر رو متهم میکنن به این مسئله. حالا ضمن اینکه چرا به وجود مزدوران سوری در ارتش ارمنستان در این بیانیه اشاره نشده، فارغ از این مسئله بفرمایید که با توجه به اینکه ارتش آذربایجان تقریباً 5 برابر ارتش ارمنستان نیرو داره و حتی نیروهای ذخیره خودش رو هم به شکل تمام و کمال به جبهه فرا نخونده، کدام طرف منطقاً بیشتر به تروریست های سوریه، عراق، لبنان و غیره نیاز داره؟ به نظر من بحث تروریسم و اینجور مسائل بحث های انحرافی هستند که ارمنستان سعی میکرد با کشیدن این بحث ها به میان به نوعی روسیه رو تحریک بکنه یا کشورهای اروپایی رو تحریک بکنه که به کمکش بیان. تو سمت ارمنستان از قبل ما میدونستیم که اونجا پایگاه های PKK وجود داره، بعد خودشون هم رسمی اعلام میکنن که نمیدونم از لبنان و فرانسه و فلان اینقدر داوطلب اومدن میخوان برن. طبیعیه که اونا شهروند نه آذربایجان هستن که به قره‌باغی حساب بشن، نه شهروند ارمنستان هستن. شهروند فرانسه هست. حالا آقای مهمنش هم با قومیت گرایی مخالف هستن. یه شهروند فرانسه‌ای که احساس میکنه ارمنی هست پا میشه از اونجا میاد میخواد تو قره‌باغ خاک یک کشور دیگه بر علیه یک کشور دیگه بجنگه. به نظر من این معنای واقعی تروریسم، این معنای واقعی حمایت خارجی یا کسانی که ربطی به مسئله ندارن میان اینجا میجنگن. اینها رو خود ارمنستان با تبلیغات اعلام میکنه. اینقدر انسان از لبنان اومد، اینقدر از فرانسه اومد، اینقدر جدیدن از آبخازیا و اوستیا و فلان جاهای دیگه اومد یا از اوکراین اومد. حالا اینا ارمنی هاش هستن. گروه های دیگه ای که گفته میشه میگم گروه های منصوب به PKK پیده اونجا پایگاه. من حالا اینجوری دارم یا فکر میکنم که معمولا طرفی که احساس میکنه نیرو کم داره، ضعیف هست، دست به دامنه یه همچین کسایی میشه. آذربایجان این همه سرزمینش رو آزاد کرده، یعنی فکر میکنیم با کمک داعشی ها آزاد کرده. شوشا هر سه طرفش صخره هست، یعنی مثل یک قلعه طبیعیه. از اون صخره اونقدر شهید دادن تا تونستن برن و شوشا رو فتح کنن. فکر میکنین یه داعشی اومده رو اون صخره ها خودش رو به کشتن داده؟ اینا فرزندان این وطن هستن که به خاطر وجب به وجب خاکشون میخوان که خونشون رو میدن که کشورشون آزاد بکنن. آذربایجان با داشتن یه همچین فرزندایی، با یه همچین تکنولوژی و با یه همچین سلاح‌هایی نیازی به داعش نداره. اینو همه هم میدونن. حالا هر کسی به خاطر حمایت از یه طرف ممکنه یه همچین چیزهایی وسط بندازه، ولی اونی که بیانیه میده تو بیانیهش به صورت رسمی اینو میاره باید یه منبعی هم داشته باشه. صرف این که تو خبرها، تو رادیو، تلویزیون اینو شنیدیم
و بر اساس اون ما بیانیه تنظیم کردیم، به نظر من کار اشتباهی. بله، تشکر میکنم. ضمن اینکه منتظر پاسخ آقای مهمنش رو خواهیم شنید، در این رابطه یک بیانیه هم مشترکاً با جبهه ملی ایران و حزب ملت ایران دادم و در اونجا در شروع در واقع این بیانیه آورده شده جنگ باکو و ارمنستان. به نظر شما آقای مهمنش این تحقیر یک کشور نیست که اصولاً از الفاظی مثل باکو و رژیم باکو و رژیم علیف و این مسائل استفاده میشه؟ اگر قرار هست اسم دو کشور بیاد میشه گفت آذربایجان، ارمنستان و یا پایتخت هر دو کشور گفته بشه. نظر شما چیست؟ ببینید، در مورد مسئله قبلی بگم خدمتتون، ما وسیله‌ای در جز اخبار و اطلاعاتی که بهمون میرسه که نداریم. ما اخبار و اطلاعاتی که در سطح جهان منعکس میشه توسط خبرگزاری ها، ما خودمون که نمیریم بریم ببینیم که اونجا چه خبره. ممکنه مثلا یکی از ما بره اونجا یا اونجا باشه خبری بده یه دفعه در یه موارد خاصی، ولی به طور کلی مجبوریم وابسته هستیم به اخبار و اطلاعاتی که در رسانه‌های بین‌المللی منعکس میشه و این رسانه‌های بین‌المللی این اخبار رو دادن. دوم، در مورد اعلامیه‌ای که شما فرمودید، من از چنین اعلامیه اطلاع ندارم. چه گروهی این رو داده با حزب ملت ایران من اطلاع ندارم. در سایت خودتون هست؟ بله، اگر دوستان ممکن هست نشون بدن. بله بفرمایید. من اگه به هیچ وجه معتقد نیستم که باید آذربایجان رو تحقیر کرد یا ارمنستان رو تحقیر کرد. باید هر جفت این کشورها رو احترام گذاشت، احترام متقابل گذاشت. اینها همسایگان ما هستن، هر جفتشون مورد احترامن. باید کوشش کنیم که بین اینها هم جنگ. الان دوران اتحاد ملت هاست، الان دوران همکاری ملت هاست. ما باید با تمام این همسایگان دوربر خودمون سعی کنیم اتحادیه های بزرگی به وجود بیاریم که بتونیم در آینده در کنار قدرت های جهانی دیگه قطعا هم کنیم. اگه بنا باشه که ما هنوز خودمون رو درگیر این جنگ و جدال رو اینها بکنیم، مسلما هیچ وقت سر بلند نخواهیم کرد. و این یکی از این ابزار، این احترام به این مردم، احترام به کشورشونه، احترام به نامشونه، این کاملا به حق. و من از چنین بیانیه‌ای رو ندیدم و نه اعتقاد دارم که چنین چیزی درست است. به هر ترتیب بیانیه‌ای بود که در تاریخ 15 مهر وجود داره و ما هم از سایت شما این رو در واقع مطالعه کردیم که البته ملت ایران با جبهه ملی ایران اینطور نوشته شده: بیانیه جبهه ملی ایران خط تیره بیانیه حزب ملت ایران به تاریخ 7 اکتبر 2020 که تو سایت خودتون هست. اگر لینکش رو میخواهید میتونیم براتون ارسال کنیم. بله بفرستین. تو سایت فیسبوک منظورتونه؟ نه خیر، در سایتتون هست. سایت ملیون، خبرگزاری جبهه ملی ایران. اون فرق میکنه. اون خبرگزاری جبهه ملی ایران در آمریکاست، یه نفره و به نام جبهه ملی ایران اعلامیه میده یا یه چیزی میکنه. اون یعنی رو اجازه شما بیانیه داده؟ من اطلاع ندارم. میگم ایشون یه کاری میکنه که خارج از چارچوب جبهه ملیه و شما بیانیه های جبهه ملی ایران رو میتونید در سایت ملیون ایران و سایت خود جبهه ملی ایران مطالعه بفرمایید. اگه بیانیه مشترکی هم داده باشن اونجا هست. مسلما همچین بیانیه ندارم. چون ما در سایت شما هم هیچ چیزی پیدا نکردیم که این در واقع بیانیه‌ای که صادر شده رو رد کرده باشه و بر همین مسئله بود که ما استناد کردیم به این بیانیه. نه اصلا اطلاعی نبود. یعنی من اصلا اطلاعی ندارم. من فکر نمی‌کنم جبهه ملی ایران هم اطلاعی داشته باشه، یا اگر اطلاعی داشته باشن اصولا نمیدونم چیکار میکنن. به هر حال با ایشون اگه شما لینکش رو بفرستین
میفرستم براشون که تکذیب کنن اگر که مال اونها نباشه. حتما چون در واقع مسائل خیلی مختلفی هست اینجا. از خب میدونید در مورد باید کلمات خیلی دقت کرد. چیزی ما به نام آرتساخ حداقل در مجامع بین المللی به صورت رسمی شناخته نشده و گفته شده اعتراضات تبریز درخواست این بود که دقیقا متنشو من بخونم، درخواست باز شدن مرزها برای اعزام جنگجویان داعشی به آذربایجان بود تا بر علیه در واقع ارمنستان بجنگن. ایشون فردی که این کار رو میکنه خیلی از این مسائل بی خودی مینویسه و هیچ کس هم نمیتونه، چون انقدر زیاد مینویسی که کسی نمیتونه تکذیب بکنه. ایشون حتی یک فرمولاری اینجا میتونم بگم چون هموطنان آگاه میشن، فرمولاری میده بیرون، افراد میرن اونجا فکر میکنن جبهه ملیه و جبهه ملی ایران بارها اعلام کرده که ما هیچ نماینده‌ای در خارج از کشور نداریم و میرن افراد اونجا امضا میکنن، پر میکنن اسامی خودشون رو و مشخصات خودشون رو و اینا متاسفانه معلوم نیست کجا میره و چی میشه. اینه که اینجا من میگم آگاهی میدم و جبهه ملی ایران هیچ وقت به هیچ وجه یه همچین برخوردایی نداشته. بسیار برخورد صمیمانه درست. این آخرین اعلامیه‌ای که هستش میتونم خدمتون عرض کنم، تنها عدم مداخله در جنگ نیابتی قره‌باغ با منافع ملی ایران مطابقت دارد. نظر خودشون رو در اینجا به روشنی گفتن بدون اینکه کوچک حتی صحبت کردن از اینکه آذری ها و ارمنی ها همیشه در ایران با هم دیگه به خصوص در جنبش مشروطه با هم همکاری داشتن، چه فداکاری‌هایی کردن و این باید این جریان ادامه پیدا بکنه همچنان در ایران و دنبال صلح و همزیستی و آرامش بین مردم ایران هستیم و باید این رو دنبال بکنیم و برای دیگران هم آرزوی آرامش داریم، آرزوی این که به توافق برسن و با مصالحه این مشکلات رو حل بکنن. بله تشکر میکنم. البته این بیانیه ها صرفا مختص جبهه ملی ایران نبوده و بسیاری از احزاب اپوزیسیون هم بیانیه های مختلفی دادن که البته در بعضی موارد اشتراکات زیادی هم وجود داشت، مثل همین استناد به صحبت‌های آقای ظریف و غیره. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار. یه نکته بگم. ما با وجود اینکه خب دوستان هموطنان آذریمون خواستهای دیگه‌ای ممکن بود داشته باشن تا ما و معتقد بودیم که باید دخالت نکنیم در اونجا، و زمانی که تظاهرات کردن و گرفتنشون ما از حقوقشون دفاع کردیم، از حقوق و آزادی هاشون دفاع کردیم. یعنی اینکه مسئله ما دفاع از حقوق و آزادی های تمامی هموطنانمونه، حتی اگر که با نظرشون اینجا و اونجا اختلاف نظری داشته باشیم. درسته، تشکر میکنم. آقای علیزاده اگر صحبتی دارید بفرمایید که به آخر برنامه داریم نزدیک میشیم. حالا تشکر میکنم از آقای مهمنش که خیلی از مطالبی که گفتن ما اینجا در موردشون حساس بودیم و گفتن که متعلق به حالا یا مجموعه تحت نظر اونها نیست یا فکر ایشون نیستن. من تا جایی که خاطرم هست اون بیانیه‌ای که گفتن اون بیانیه مال ماست، اون آخری، تو خود اون بیانیه نیروهای امنیتی و نظامی رو دعوت کرده بودن که با خشونت بیشتر بر علیه کسانی که به نفع آذربایجان به خیابان‌ها می‌ریزن برخورد بکنه. تا جایی البته که اون برای بیانیه حزب ملت ایران بود. بله اون درست است، اما مربوط به حزب ملت ایران بود که دعوت کرده بودن که با
خشونت بیشتری سرکوب کنند تظاهر کنندگان رو. ما میگیم از حقوق هموطنان. ما از وقتی که این دوستان هموطنان رو گرفتن چیز کردن، چندین بار که هرانا در این مورد گزارش داد اونها رو منتشر کردیم و در این مورد خبر دادیم و معتقدیم که هر کسی حق داره تظاهرات بکنه، نظرش رو بگه. بله آقای علیزاده بفرمایید. خیلی ممنون از اینکه وقت ما یعنی اجازه دادین که ما هم صحبتامون رو از همه گردگان محترم و همچنین از مهمان گرامیتون آقای مهمنش تشکر میکنم که با مدارا صحبت فرمودن، استفاده کردیم و جوابهای ما رو هم دادن، حرفهای ما رو شنیدن، ما هم حرفهای ایشون شنیدیم. بله تشکر میکنم. جناب مهمنش بفرمایید اگر صحبت پایانی دارید. قربان شما، من خوشحالم که با دوستان در صحبت هستیم و من مطمئنم که وقتی با هم صحبت بکنیم کلی از مشکلات و مسائلمون حل میشه. ما باید هدفمون رو مشترکاً آزادی مردم ایران قرار بدیم، دموکراسی، حاکمیت مردم، جدایی دین از حکومت و سعی کنیم که واقعاً جای شرایطی رو فراهم کنیم که همه مردم ایران در مقابل قانون مساوی باشن و حقوق مساوی داشته باشن. این آرزوی. تشکر میکنم از دو مهمان بزرگوار جناب آقای مهمنش و آقای علیزاده و از بینندگان عزیز و محترم. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.